سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه جدید ما. دوستای عزیز، در این برنامه ما براتون یک دونه پیران ساتنی بسیار مقبول به معرفی میگیریم که مورد دوزی تماما کرستال اول نیچه دوزی اول می باشه و یک دونه پیران سرخ بخملی رو براتون به مد نظر گرفتیم که فرمایش یکی از خواهرای ما می باشه که ارسال داریم. دوستای سر جهان ارسال داریم و هر نوع سفارشات که شما داشته باشین شما میتونین از رویال ویدینگ درسز به دست برین. دوستای عزیز، نمونه را که شما در اینجا میبینین یک پیران بسیار مقبول که تماما کار دست می باشه. تماما دوستا میبینین کلا یخنش کار دست است و خود قسمت بغلش هم که از موردوزی شده، آستینایش هم دوستای عزیز موردوزی شده که تماما کار کرستال اول میباشه، کار اول میباشه، نیچه اول میباشه دوستای عزیز. و یک دامن بسیار مقبول، یک دامن بسیار زیبا که تماما پیران از کرستال و نیچه دوزی میباشه دوستای عزیز و تکه ساتن سلک عربی می باشه دوستای عزیز. و این در پالیش این دیزاین دیگر که میبینید دوستای عزیز، بخمل ابریشمی رنگ سرخ دوستای عزیز. فقط نیچه دوزی شده، بسیار کم دانای کرستال کار شده و دامنش گفتن دنبالدار، ما برشون دنبالدار جور کردیم دوستای عزیز. و پشترشون که از دوستای عزیز زیب داره، یعنی به هر سایز میتونه شما جور به و همچنان کمربند هم داره و اگر شما دوستای عزیز بخواین دنبالدار هم میشه، ساده هم بخواین ساده هم میشه و فرمایش عروس هر نوع فرمایشی که شما داشته باشین شما میتونین از رویال ویدینگ درس به دست بیارین. ارسال سراسر جهان داریم، داخل افغانستان رایگان می باشه، بیرون از افغانستان سراسر شهرهای اروپایی یک هزینه ناچیز از طریق یوپیس روان میکنیم، یک هزینه ناچیز سر مشتری میم دیگه. دوستای شما هر نوع سفارشات که داشته باشین میتونین از رویال ویدینگ درس به دست بیارین. تا برنامه بعدی که دیگه پیرانا رو براتون به معرفی میگیرم. بدرود، الله بدرود. امید که جور صحتمند باشین و با ما باشین، ناب باشین، بهترین باشین و بهترین انتخاب کنین دوستای عزیز. و کار ما کار است که با عشق و شوق با علاقه میکنین دوستای عزیز. شما میتونید خودتون این لباسا رو ببینین و ان شاء الله که خواهر ما که اینا رو خوش کردن مورد پسندشون قرار بگیره. وقتتون خوش دوستای عزیز، خدا نگهدار. خداحافظ.